من امیر سالاری برای وزارت من مسئول تانزانیا، برای وزارت من مسئول تانزانیا. هرچی سرویس از من بخواهد باید اینا رو آماده کنم. هر کاری مأموریت من اصلیه، یعنی من باید شبکه اینجا ایجاد کنم برای وزارت اطلاعات و بتونیم هر کاری که اینجا میخواهند بتوانند انجام بدن در یک پلن 5 ساله و بعد 10 ساله. این سه تا پلن رو باید درست کنم، آدم ها رو باید پیدا کنم، آدم ها رو بذارم سر جاشون و تثبیتشون کنم. 4 تا هدف اصلی ایران اینا هستند. یا بقیه مأموریت ها از این شبکه خواسته بشه که انجام بدن. این شبکه و این ایستگاه غیر رسمی تانزانیا یک پکیج هست که همه کارها رو باید بتونه انجام بده. من هدفم رو از طریق اون برنامه که خود سازمان اطلاعات سپاه درست کرده بود به صورت واتساپ، من از اون طریق از آقای شوشتری یه عکس گرفتم و جی پی اس مسیر خونه‌ای که ایشون میموندن رو گرفتم. چون با آقای شوشتری زادم گفتم صدا خفه کن نداره اسلحه، گفتن نه، گفت تو یه مسیر خلوت میتونی بزنی زود برگردیم. منم کارامو کردم، عکس‌ها رو فرستادم و تا برگردم ایران، چون شنیدن که پلیس هم دنبال من هستن، به من این چیزا رو گفتن که اسلحه رو قایم کن و این وسایل رو این ور اون ور کن برگرد.